سلام دوستان، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنم بهتون از یک روز بسیار سرد بعد از باریدن برف در روز گذشته و دیشب در هالیفکس. خب دیگه معمولا هم روزهای بعد از باریدن برف روزهای سردی هستن. الان صبح ساعت تقریبا 8:30 صبح که من دارم پسرم میبرم مدرسه برسونمش و برگردم خونه. معمولا پیاده روی میرم ولی واقعا هوا سرده و نمیشه ادامه داد. هنوز زمستون نشده، ما در اوایل دسامبر هستیم، نیمه اول دسامبر، ولی هوا خیلی سرد شده امروز. البته اینجا هالیفکس طوریه که خیلی هوا متغیره، همونطور که میبینین الان آفتاب زده، البته سرده ولی مطمئناً تا 24 ساعت آینده بارون میاد و تمام این برفا رو میشوره میبره و دمای هوا دوباره خورده متعادل میشه تا باز برف بعدی. یه خوبی که هالیفکس داره همینه، خیلی زیاد موندگار نیست، برف و یخ رو هم دیگه تننبار نمیشه. میریم امروز با هم به یه جایی هیجان انگیز. بله، امروز اومدیم شاپینگ سنتر هالیفکس که توی این زمان از سال معمولاً تزیین میشه با دیزاین های کریسمسی و اینجا هم همونطور که میبینین سانتا نشسته اون وسط و بچه ها میان با پدر مادرشون، هر کی که دوست داره میان سانتا رو میبینن، این داخل میرن باهاش عکس میگیرن. یعنی اون داخل اگه بخوای بری دیگه باید مثلا رزرو کنی یا بری اسمتو بنویسی که بری بتونی با سانتا عکس بگیری. ولی خب تمام این شاپینگ سنتر تزیین شده با درختای کریسمسی یا مثلا جاهایی که بتونید شما وایسید عکس بگیرید، مثل اینجا تمام ستون‌ها و راه‌ها تزیین شده، خیلی خوشگل شده و هر سال البته این کار رو انجام میدن. من گفتم بیام یه فیلمی بگیرم و 2-3 تا خریدم داشتیم توی این موقع سال که شما هم همراه ما باشین این خریدا رو انجام بدید. یه چیزی که اینجا واقعا واجبه برای بچه‌ها این بوت‌های زمستونی هستش، چون مدام بچه‌ها حتی برف هم که باشه تو مدرسه میرن بیرون و بازی میکنن و حتما باید لباس‌های مخصوص برف و بوت‌های برف داشته باشن. ما هم اومدیم که این خرید رو انجام بدیم. خیلی گنده است. خب خدا رو شکر که ما توی فروشگاه اسپورتچک سریع به نتیجه رسیدیم و خرید انجام شد. حالا با هم دیگه میریم طبقه بالا و فروشگاه سایمنز یه نگاهی به حالا نه تنها لباسایی که زنونه هست بندازیم، با قیمت‌های خورده ببینیم، آشنا بشیم این موقع از سال تو چه وضعیتی هستش. یه خرید در واقع کت شلوار مردونه هم داریم توی اهداف امروزمون که به قسمت مردونه سایمنز هم سر بزنیم و ببینیم که میتونیم خریدمون رو انجام بدیم یا نه. من سعی میکنم که در واقع وقتی که فیلم میگیرم حالا یه مقدار این لباسا رو بتونم که قیمتاشون هم نشون بدم. امیدوارم که حالا با همین تبدیلی که میکنین بر اساس این موقع سال نرخ دلار هر چقدر که هست، دلار کانادا، متوجه بشین و قیمتا دستتون بیاد.
ولی چیزی که هست اینه که فروشگاه سایمنز در واقع در برگیرنده برندهای خوبه، یعنی هر کدوم از این لباسا ممکنه که مال یه برندی باشه. من حالا اونو دیگه دقیق نمیتونم نشون بدم، هر کدوم رو زوم کنم ببینم مال چه برندیه، ولی مثلا سایمنز عنوان یک برند نیست، خودش میاد از در واقع برندهای مختلف محصولات مختلف رو میاره و کنار هم به فروش میرسونه. حالا با هم دیگه میریم جلو و یه چند نمونه از لباسهای زنونه و مردونه رو با هم دیگه میبینیم. به شخصه فکر میکردم خیلی شاید تخفیفات زیادی رو ببینم توی این قسمت ها، حالا لباس های زنونه مخصوصا برای خودم نگاه میکردم ولی تخفیفی در کار نبود، مگه یه سری قسمت هایی که تحت عنوان کلیرنس و یا تخفیف های خیلی جزئی که میذارن بودش که یعنی یه چیز همیشگیه، اینطوری نبود که به خاطر الان زمان نزدیک به کریسمس و سال نو این اتفاق بیفته. اینجا هم یه قسمتی هستش سمت راست من که حالا اکسسوری های مربوط به خونه و بعد مثلا کوسن و رو تختی و اینجور چیزا بودش و سمت چپ هم که میخوام وارد قسمت مردونه بشم. حالا اینجا یه سری پولیور و اینا هست که میبینیم تا برسیم به کت شلوارا. خب اینجا کت شلوارایی که در واقع کت‌هایی که نظر ما رو جلب کرد به خودش با یه خورده بررسی و البته خیلی خیلی زمان بررسی کوتاه به نتیجه رسیدیم و خرید انجام شد. یه واقعا مزیتیه که خرید کردن با آقایون داره اینه که خیلی سریع به نتیجه میرسن، حالا یا میخوان یا نمیخوان تصمیمشون رو خیلی سریع میگیرن و کلا یک در واقع خرید از نظر زمانی خیلی بهینه است دیگه وقتی برای آقایون یا پسران میخوایم خرید بکنیم. خب اینم از خرید ما توی شاپینگ سنتر. باز یه دوری با هم دیگه میزنیم توی در واقع این مرکز خرید. در واقع این ما توی طبقه همکف هستیم که طبقه 1 حالا گفته میشه و طبقه زیرین اینجا حالت فودکورتش هستش که همونطور که الان اینجا میبینید سمت چپ من پایین یه سری هم نشستن و پایین رو دارن از در واقع غذاهای مختلف استفاده میکنن. درخت کریسمس بزرگی هم که داخل شاپینگ سنتر گذاشته شده. امیدوارم که امروزم این ویدیو نظر شما رو جلب کرده باشه. با لایک‌ها و حمایتاتون، سابسکرایباتون منو دلگرم میکنین. خیلی هم ازتون ممنونم. امیدوارم که شما هم روزهای خیلی خوب و شادی رو در کنار خانواده سپری بکنین.
فعلا تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.